زندان سدنایا که به نماد جنایت و وحشت در حکومت بشار اسد شهرت دارد، چگونه به یکی از مخوف‌ترین زندان‌های جهان تبدیل شد؟ در این ویدیو تصویری واقعی از این مکان تاریک و مخوف به همراه روایت‌های زندانیان آن را به شما ارائه می‌کنیم. تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. زندان سدنایا، جهنم حکومت بشار اسد. زندان سدنایا که در حدود 30 کیلومتری شمال شهر دمشق، پایتخت سوریه واقع شده، یکی از مخوف‌ترین زندان‌های جهان به شمار می آید. این زندان که تحت مدیریت ارتش سوریه قرار دارد، به دلیل استفاده از شکنجه‌های سیستماتیک، اعدام‌های دست جمعی و شرایط غیر انسانی به نمادی از سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در سوریه تبدیل شده است. بسیاری از زندانیان این مرکز را افرادی تشکیل می‌دهند که به دلایل سیاسی، فعالیت‌های مدنی یا حتی گمان همراهی با مخالفان دولت بشار اسد بازداشت شده‌اند. زندان سدنایا در دهه 1980 میلادی ساخته شد و در ابتدا به عنوان مرکزی برای نگهداری از نظامیان و زندانیان عادی طراحی شده بود. این زندان به شکل مدور و در چندین طبقه ساخته شده است تا کنترل و نظارت بر زندانیان آسان‌تر شود. هر بخش از زندان شامل سلول‌های انفرادی و گروهی است و ظرفیت بالایی برای نگهداری زندانیان دارد. با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، این زندان از یک مرکز نگهداری عادی به مرکزی برای سرکوب و شکنجه مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر تبدیل شد. شرایط در زندان سدنایا بسیار سخت و غیر انسانی بود. بر اساس گزارش‌های شاهدان و سازمان‌های حقوق بشر، زندانیان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بودند. این زندان به دلیل داشتن محیط خشن و رفتار غیر انسانی با زندانیان، یکی از بدترین زندان‌های جهان محسوب می‌شود. بر اساس دیدبان حقوق بشر سوریه، تا سال 2021 حدود 30,000 زندانی بر اثر شکنجه، بدرفتاری و اعدام‌های دست جمعی کشته شدند. حکومت اسد زندانیان را به دو گروه تقسیم می‌کرد: زندانیان امنیتی که شامل افراد نظامی و غیر نظامی میشد که با مخالفین حکومت اسد وابستگی داشتند و یا در فعالیت‌های سیاسی شرکت می‌کردند، و مورد دوم زندانیان قضایی می باشد که به دلایلی چون سرقت، اختلاس، قتل و غیره زندانی شده بودند، که گروه اول زندانیان امنیتی از هر نوع امکانات محروم بوده و ممنوع الملاقات بودند و گروه دوم تنها در مرحله اول مورد شکنجه قرار گرفته ولی به حد کافی از امکانات برخوردار بودند. شکنجه در سدنایا یک روش معمول بود که به شکل سیستماتیک برای تخریب روحی و جسمی زندانیان استفاده می‌شد. روش‌های شکنجه شامل ضرب و جرح شدید، شوک الکتریکی، خفگی مصنوعی، آویزان کردن و حتی تجاوز جنسی است. بسیاری از زندانیان بر اثر این شکنجه‌ها جان خود را از دست می‌دادند. به گزارش عفو بین الملل، یک زندانی سابق که به دلیل شرکت در یک اعتراض صلح جویانه و بدون خشونت بازداشت شده بود، اعلام کرد که زندانیان این زندان به انتخاب میان کشتن خود یا دوستان نزدیکشان مجبور شده بودند. این زندانی سابق همچنین بیان داشت در آن زندانیان را مجبور به آدمخواری می‌کردند. این در حالی است که وی این زندان را در مقابل زندان سدنایا به بهشت تشبیه کرده است.
به گفته این زندانی سابق، در واقع زندان دیگری که به نام شعبه 215 از آن نام برده شده، با هدف بازجویی به همراه شکنجه مورد استفاده قرار می گرفته است و پس از اتمام مراحل بازجویی زندانیان به سدنایا برای مرگ انتقال داده می شدند. بر اساس اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در خاورمیانه، روزانه بیش از 50 زندانی با حلق‌آویز شدن به صورت دست جمعی به قتل می رسیدند. همچنین به گفته این مقام، اگرچه بسیاری از قساوت‌های رژیم به خوبی به ثبت رسیده‌اند، اما اعتقاد داریم ساختمان کوره آدمسوزی نشانه‌ای برای لاپوشانی حجم قتل‌های دست جمعی در زندان سدنایا صورت گرفته است. شرایط بهداشتی در زندان بسیار وخیم بود. زندانیان به امکانات اولیه بهداشتی دسترسی نداشتند و آب آشامیدنی و غذای کافی به آنها داده نمیشد. سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از عدم رعایت بهداشت از مشکلات رایج در این زندان بود. بسیاری از زندانیان به دلیل کمبود درمان پزشکی مناسب جان خود را از دست می‌دادند. گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که زندانیان به صورت مخفیانه و بدون محاکمه عادلانه به اعدام محکوم می‌شدند. این اعدام‌ها معمولاً در شب انجام شده و اجساد قربانیان به گروه‌های دست جمعی منتقل می‌شدند. عفو بین الملل در گزارش سال 2017 خود تخمین زد که بین سالهای 2011 تا 2015 حدود 13,000 نفر در این زندان اعدام شدند. زندانیان سدنایا علاوه بر شکنجه جسمی تحت فشارهای روانی شدید نیز قرار داشتند. آنها اغلب برای مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند و از هر گونه تماس با دنیای خارج محروم بودند. این وضعیت باعث افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات روانی در میان زندانیان می‌شد. دولت سوریه این زندان را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب مخالفان به کار می‌برد. بسیاری از بازداشت شدگان بدون هیچ گونه اتهام مشخصی دستگیر شده و به سدنایا منتقل می‌شدند. این زندان متشکل از 2 ساختمان سرخ و سفید به شکل‌های L و Y است که حدود 1.4 کیلومتر مربع مساحت دارد. طبق گزارش گروه‌های حقوق بشری، ساختمان سفید برای نگهداری افسران نظامی و سربازانی که مظنون به خیانت به رژیم بودند طراحی شده بود. این ساختمان به شکل یک مجتمع L شکل در جنوب شرقی مجموعه قرار داشت. ساختمان قرمز یا زندان اصلی برای مخالفان رژیم در ابتدا شامل افرادی میشد که مظنون به عضویت در گروه‌های اسلامگرا بودند. این بخش به دلیل شکل وای مانندش به 3 راهروی مستقیم که از یک مرکز منشعب میشد متمایز بود. بر اساس گزارش زندانیان آزاد شده به گروه‌های حقوق بشری، بین 10,000 تا 20,000 نفر می توانستند در این 2 ساختمان جای داده شوند. زیر ساختمان سفید اتاقی وجود دارد که بازداشت شدگان آن را اتاق اعدام می نامیدند. زندانیان ساختمان قرمز به آنجا منتقل می شدند تا اعدام شوند. یک نگهبان سابق گفت که فهرست افرادی از ساختمان قرمز که قرار بود اعدام شوند در وقت ناهار می رسید. سپس نیروها این افراد را به سلولی زیرزمینی می بردند که گاهی تا 100 نفر در آن جای داده می شد و در آنجا به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. زندانیانی که با عفو بین الملل صحبت کردند گفتند معمولاً بازداشت شدگان ساختمان قرمز بین نیمه شب و ساعت 3 بامداد منتقل می شدند. زندانیان با چشم بند از پله ها به اتاق اعدام در بخش جنوب شرقی ساختمان سفید هدایت می شدند. سپس آنها به سکوی 1 متری با 10 طناب دار منتقل و اعدام می شدند. طبق گزارش عفو بین الملل در سال 2012 این اتاق گسترش یافت و سکوی دومی با 20 طناب دار اضافه شد.
در سال 2017 وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که مقامات یک کوره جسدسوزی احتمالی در محل ساختند تا بقایای اجساد زندانیان کشته شده را نابود کنند. زندان سدنایا در اطراف مجموعه دارای امنیت شدیدی بود که نزدیک شدن به آن و یا فرار از آن ناممکن بود. دولت سوریه ادعا می کند که این زندان برای مقابله با تروریسم طراحی شده است، اما شواهد نشان می دهد بسیاری از افراد بازداشت شده غیر نظامیانی هستند که به دلایل سیاسی دستگیر شده اند. با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 نقش زندان سدنایا به شدت افزایش یافت. این زندان به مرکزی برای سرکوب مخالفان سیاسی و کنترل جامعه سوریه تبدیل شد. مخالفان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و حتی شهروندان عادی که به اشتباه متهم شده بودند به این زندان منتقل شده و تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفتند. همچنین زندانیان در برخی موارد مجبور می شدند که تحت فشار و شکنجه به جرایمی اعتراف کنند که هرگز مرتکب نشدند. این اعترافات برای توجه اقدامات سرکوبگرانه دولت سوریه استفاده می شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر گزارش‌های متعددی درباره وضعیت زندان سدنایا منتشر کردند. در یکی از گزارش‌های عفو بین الملل با عنوان کشتارگاه انسانی که در سال 2017 منتشر شد، به جزئیات وحشتناک این زندان پرداخته شد. این گزارش‌ها بر اساس شهادت بازماندگان، زندانیان سابق و کارکنان سابق زندان تهیه شده و تصویر روشنی از نقض گسترده حقوق بشر در این مرکز ارائه می‌دهد. گزارش‌های مذکور نشان می‌دهد شرایط در این زندان به حدی وخیم بود که بسیاری از زندانیان ترجیح می‌دادند بمیرند تا زنده بمانند. با وجود گزارش‌های متعدد درباره شرایط وحشتناک زندان سدنایا، واکنش‌های بین‌المللی به این مسئله عمدتاً محدود بوده است. کشورهای غربی و سازمانهای بین‌المللی بارها دولت سوریه را به نقض حقوق بشر متهم کردند، اما به دلیل پیچیدگی‌های جنگ داخلی سوریه و حمایت‌های بین‌المللی از دولت این کشور، اقدام جدی و عملی برای بهبود وضعیت این زندان انجام نشده است. زندان سدنایا نمادی از تاریک ترین جبهه‌های بحران سوریه و یکی از بدترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در جهان است. این زندان به جای اصلاح و بازپروری به مرکزی برای شکنجه، اعدام و سرکوب تبدیل شده بود. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره این زندان زنگ خطری برای جامعه جهانی است تا به فکر حمایت از قربانیان و جلوگیری از ادامه چنین فجایعی باشند. با این حال، با شکست رژیم بشار اسد در سوریه و فرار وی و خانواده اش به مسکو و افتادن سوریه به دست شورشیان تحریر شام، این زندان نیز از چنگ حکومت بشار اسد رهایی یافته و زندانیان این زندان پس از سالها شکنجه و ظلمت آزاد شدند و به خانواده‌های خیش بازگشتند. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر، لطفاً کانال چیستا را سابسکرایب، لایک و شیر کنید.